یک دقیقه زندگی. بعضی از برادرها از خاطر خواندن یک کار مسلمان شدن. الله متعال برشان هدایت کرده. چی نوشته بود در کارت؟ در کارت نوشته بود که آیا شما فکر میکنین یکی از آیات های قرآن عظیمشان که ما شما را بی هدف خلق کردیم و پس بر ما برنمیگردیم؟ با اینش وبسایت اگر شما میخواین زیاد در وبسایت این جوان میره امی کارت میگیره، فکر میکنه در خانه ششته که واقعا ما به خاطر چی خلق شدیم. یک کسی یک مسلمان یک کارت در خانهش مندازه، در وبسایت میره چیزی سوالایی که داره در وبسایت سوالایش جواب داده میشه. با کسی که وبسایت پیش میبره مسیج میکنه که ما میخوایم مسلمان شو، چون ما هدف زندگی رو فهمیدیم. سبحان الله. یک دقیقه زندگی یک گپ خوبه نشر کنید. یک دقیقه زندگیتون فکر کنین این جوانی که هر قدر عبادت میکنه، کسی که در همکاری امرایش کرده بود، کسی که این کار تا برش انداخته بود، کسی که این کار تا پرینت کرده بود، کسی که با دفترهای دعوتی همکاری کرده بود، همشان در این اجر شریک هستند. چقدر اجر پاداش و بزرگ. و ما از یک دقیقه غافل نیستیم. ما شما غافل نیستیم چون ما مسلمان هستیم. ساعتها را خوب ضایع نمی‌کنیم، دقیقه ها را ضایع نمی‌کنیم، ساعتها روزها خوب گپ بسیار دور از رو خوب بیخی هیچ وقت ضایع نمی‌کنیم.